خب در ادامه ویدیو قبل ما تا اینجا آمدیم یه دونه تابع یل تعریف کردیم که بهش هرچی ورودی میدادیم به صورت بزرگ واسمون چاپ میکرد. یه دونه تابع دیگه تعریف کردیم که بهش یه دونه تابع دیگه پاس میدادیم که اون داخل اون تابع دوم تابعی که بهش پاس دادیم و اجرا میکرد بهمون خروجی رو برمیگردون و گفتیم به اینو توابع های اولدر فانکشن میگن. و حالا تو این قسمت قرار در مورد فانکشن های تو در تو صحبت کنیم که مثالش اینه. ما یه دونه حالا تابع یا فانکشن تعریف کنیم، باز داخل اون یه دونه فانکشن دیگه تعریف میکنیم. بذاریم من ببندم دوباره اجرا بکنم. خب این تابع رو من میندازم این تو. اتفاقی که اینجا میفته اگر من تابع اسپیک رو فراخونی کنم و مثلا مقدار هلو ورد رو بهش بدم شد ورد رو بهش بدم به صورت کوچیک واسمون چاپ میکنه. چطوری؟ ما اول این تکست رو بهش میدیم، خب داخل خودش باز یک فانکشن تعریف کرد. موقعی که میخواد خروجی رو به ما برگردونه میاد فانکشن داخلی خودش رو اون مقداری که ما بهش صدا زدیم صدا میزنیم و خروجیش رو به ما برمیگردونه. و جالب بدونیم ما خارج از این متد به داخل متد این دسترسی نداریم. مثلا این اسپیک ویسپر ما بزنیم بهمون میگه این متد اسپیکمون آبجکت یا متدی به اسم ویسپر نداره. چه معنی میده؟ تا موقعی که ما این متد رو فراخوانی نکنیم این تابع ایجاد نمیشه توسط خود پایتون. و آیا راهی هست که ما بتونیم خارج از این متد به این متد دسترسی داشته باشیم؟ آره، مثالش میشه این چه اتفاقی میفته؟ یه دونه ولوم یا والیوم در اصل میگیره و با توجه به اون میگه اگر اون ولوممون بیشتر از نیم بود فانکشن یلو برگردون، در غیر این صورت ویسپر رو برگردون. الان اگر من این متد رو صدا بزنم مثلا بگم اسپیک فانکمون مساویه با این ویسپر، مثلا صدامون ولومش 1. خب الان اسمیک فانک رو اگر من اسپیک فانک اسپیک فانک آره اوپس اینجا رو من قسمت دوم ریترنش رو من نذاشته بودم. خب بذاریم من دوباره واردش بکنم. خب حالا اگر ما بگیم اسپیک فانکمون مساویه با حالا get اسپیک فانک مثلا میگیم 1. حالا اگر اسپیک فانکمون بگیم چی هست به همون میگه یل، یک فانکشن از این به اسم یل. و حالا ما میتونیم اینو فراخونیش بکنیم، بگیم چی؟ مثلا بگیم hello world و به صورت بزرگ واسه همون چاپ میکنیم. حالا این قضیه هم واسه این موضوع هم دیگه صادقه دیگه، مثلا بگیم 3 مثلا کاراکترش رو بزرگ کنم، ببینی که همش رو کوچیک میکنه و این 3 نقطه آخر هم بهش اضافه میکنه. خب اینجا یه حالت دیگه هم داریم که واسمون پیش میاد. خب همون قضیه لکسیکال کلوزر یا خلاصه بهش میگن کلوزر پیش میاد. موقعی که یک تابع داخل یک تابع دیگه باشه، مقادیر یا اون آبجکت هایی که داخل اون تابع والد خودش باشه رو به اصطلاح یادش میمونه. توی این مثال ما دقیقاً مثل همون متد قبلیمون یک سری ولوم میگیریم و یه تکست و خروجیمون 2 تا تابع بهمون برمیگردونه، تابع رو برمیگردونه نه اجرا شدهش. ولی با این تفاوت که به جای اینکه ما بهش مقدار بدیم که بگیم بزرگ باشه واسه بزرگ چاپ کن یا کوچیک چاپ کن، مقدار رو همون اول به فانکشن والدش میدیم که این مقدار فقط داخل این اسکوپ معتبره و دسترسی داریم و موقعی که خارج از اون
این متد رو ما فراخوانی میکنیم بازم کار میکنه. با اینکه داریم خارج از اسکوپ خودش داریم اون متد رو فراخوانی میکنیم. اصلا این قضیه میگم، اصلا این بابت که میگم یادشون میمونه داخل اون اسکوپ خودشون چی بوده. حالا اینم بخوایم مثالش رو با هم دیگه ببینیم به این صورت. حالا ما اینجا بذاریم، حالا این مثلا اون میگیم ولوممون 3/10، تکستمون چیه؟ مثلا هلو. و حالا اسپیک یک بار نتونستم اسپیک رو درست بنویسم، اسپیک فانک. و حالا این اگر نگاه کنیم اشتباه نوشتم، حالا بازم اشتباه نوشتم، میگه ویسپر، یک متدی به اسم ویسپر. و حالا اگر اینو من اجرا کنم به همون هلو رو، حالا اون 3 نقطه رو آخرش اضافه میکنه برمیگرد. پس یعنی چی شد؟ یعنی این متد با این که داره خارج از متد والدش داره اجرا میشه ولی به متغیرهای داخل متد والدش هم دسترسی داره. به اینو توابع لکسیکال کلوزر میگن یا خلاصه شده بهش میگن کلوزر. حالا یه مثالی که خودش آورده که به دیزاین پترن فکتوری اشاره میکنه اینه. مثلا میگیم plus 4 make other 4. این چی کار میکنه واسمون؟ موقعی که اینو ما میسازیم یه مقدار n اولیه میگیره و هر موقع این متد ادی که واسه ما برگردونده رو صدا بزنیم 4 تا بهش اضافه میکنه. مثلا plus 4 مثلا بهش 5 بدم به اون چند برمیگرد؟ به اون 9 برمیگرد. بهش 4 بدم به اون 8 برمیگرد. حالا مثلا plus 5 هم میذاریم، بگیم حالا به 5 40 تا مثلا اضافه کنیم به اون 45 رو برمیگرد. این میکرده با ما دیزاین پترن فکتوری واسه کانفیگ یا پیکر بندی اد استفاده میشه. بهتون پیشنهاد میکنم فکتوری دیزاین پترن رو سرچ بکنین که دقیقاً متوجه این امکان بشین. اشیا هم میتونیم کال کنیم. خب اگر مثلا ما یک کلاس پیاده سازی بکنیم و داندر متد کالش رو هم پیاده سازی کرده باشیم میتونیم دقیقاً این فرآیند رو شبیه سازی کنیم. حالا بازم مثالش رو ببینیم. این کلاس مثل اولین میک ادر یه دونه n اول کار از ما میگیره موقعی که داریم اینیشییت میکنیم اون آبجکتمون رو، و کال رو هر موقع اون آبجکتمون رو کال میکنیم اتفاق میفته. مثلا اینجا مثل قبل بگیم plus 4 مساویه با ادرمون میخوایم چند تا اضافه کنیم، میگیم 4 تا میخوایم اضافه کنیم. حالا میگیم plus 4 و حالا 4 اینجا به اون 8 برمیگرده. هر موقع ما این رو فراخوانی میکنیم موقعی که بعد از اینکه آبجکتمون ساخته شده این داندر متد کال رو فراخوانی میکنه و حالا اون خروجیشو به اون برمیگردونه. واسه اینکه حالا تشخیص این آبجکتی که ما داریم میتونیم کالش بکنیم یا نه مثل این، خود پایتون یه دونه حالا فانکشن داره به اسم کالیبل که اگر ما اون آبجکت ها رو مثلا بهش بدیم به همون میگه کالیبل هست یا نیست. حالا مثلا یه آبجکت اینجا مثلا من بهش بدم هلو، به همون میگه هلو کالیبل نیست. اینا من اضافه بکنم. هر چیزی که تو پایتون میبینین آبجکت، حتی خود عبارت آبجکت هم تو پایتون یه آبجکت. خب خیلی ممنون که با من همراه بودین. اگر فکر میکنین این ویدیو یا ویدیوی بعدی ممکنه به دردتون بخوره میتونین کانال سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم بزنین. بهتون پیشنهاد میکنم حتما یک سر به پلیلیست ترفندهای پایتون بزنین، احتمالاً مواردی هست که به دردتون بخوره. و در نهایت شبکه‌های اجتماعی داخل دیسکریپشن هست، اگر دوست داشتین اونها رو میتونین فالو کنین. و همین، خیلی ممنون که با من همراه بودین. خدا نگهدار.